هزینه‌های زیاد و عجیب و غریب بعد از 100 سال مردن توی کشور آلمان. پیش داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم، با یکی از همکارام. بعدش تعریف میکنه که یکی از اقوامشون خودش گفته وقتی من فوت کردم به این روش من دفن کنین، چون ارزون ترین روشه و دوست نداره پول زیادی در این مورد خرج بشه. همین باعث شد که من کلی تحقیق کنم در موردش و ببینم که چه خبر هست. شاید باورتون نشه تا 20,000 یورو هزینه دفن شدن توی آلمان هست. در مورد این موضوع یادم چند سالهای پیش یه بنده خدایی توی کشور آلمان فوت کرد و خانواده‌اش ایران بودن و هزینه انتقال این فرد به ایران خیلی زیاد بود و حالا خانواده‌اش تقبل کردن و بعد از یه پروسه طولانی تونستن این کار انجام بدن و انتقالش بدن به ایران. اما این کسایی که توی آلمان هستن دور از جون بعد از 1000 سال اگر این اتفاق افتاد، من یعنی سرچ کردم که چقدر هزینه باید پرداخت شه. و یه مورد دیگه هم بگم در مورد چیزهای مختلف توی آلمان ما بیمه های مختلفی داریم. در مورد این موضوع هم بیمه هستش که در کپشن یا حالا یادم بمونه موقع ادیت اضافه میکنم. مثل همه جا هزینه خاک سپاری بستگی داره که شما کجا بگیرین، چه چیزایی بخواین بگیرین، چه کارهایی انجام و متفاوت هستش. ولی اولین چیز و ارزون ترین مورد در واقع سوزوندن هستش که اگر کسی فوت کنه و وصیت کنه یا بازماندگانش تصمیم بگیرن اون جنازه رو بسوزونن، کم خرج ترین هزینه هست، ولی رایگان نیست. حالا در ادامه براتون هزینه رو میگم چون نمیدونم باید نگاه کنم. و اینکه حالا اون خاکستر رو میریزن داخل دریا، پای درخت، یه جایی میریزنش. اگر هم کسی فوت کنه توی آلمان و تا 3 روز هیچ بازمانده‌ای نیاد بگه که ایشون آشنای ما هست، شهرداری خودش جنازه رو میسوزونه و حالا یه جا میریزه. بریم اصولی ببینیم هزینه هاش چطوری هستش. هزینه اول برای در واقع خرید قبر هستش. قبرهای توی آلمان اصلا باورم نمیشه در مورد این موضوع صحبت میکنم. قبرهای توی آلمان 2 نوع هستن، یا میتونید کرایه کنید که معمولا بین 15 تا 30 سال هستن یا دائمی هستن و به مراتب تفاوت قیمت دارن. حالا این قبر تو کدوم منطقه باشه، تو کدوم شهر و ایالت باشه، قیمتش متفاوته. ولی هزینه قبر دائم از 1000 یورو تا 10,000 یورو ممکنه داشته باشه و قبر اجاره یا موقت بین 1000 تا 5000 یورو ممکنه وجود داشته باشه. یعنی بچه‌ها نرمش چیزایی که من میدیدم تا 3000 یورو هم بود دیگه. اون میگه 5000 تا دیگه خیلی لاکچریان حتما، ولی چیزی که حالا وجود داره نوشته تا 5000 یورو وجود داره. حالا این اجاره ماهیانه یا سالیانه نیست، شما این مبلغ رو میدین و این که دیگه میمونه دیگه، مثلا این قبر اجاره ای هست. ولی دلیل این اجاره رو متوجه نشدم یعنی چی. چون ببینید قبر دائمم مزنه قیمت زیاد چیز نیستش، یعنی تفاوت آنچنانی با هم دیگه چرا دارن دیگه اون حزب نمیدونم. ولی حالا 2 نوع قبر وجود داره، یا کرایه یا اجاره. دومین مورد هزینه خدمات خاک سپاری. ببین یا تابوت داریم یا قبر خاکی داریم یا سوزوندن و خاکستر کردن داریم. تابوت یا قبر خاکی هزینه‌اش بستگی به اون جنس تابوت داره که چه جنسی میخوای بگیرن، چوبش چی هستش و حالا همینا قیمتش متفاوت میشه. از 500 یورو تا چقدر؟ تا 3000 یورو متغیر است. از 500 تا 3000 یورو متغیر. خدمات مجالس و مراسم. قبل از این من یه مورد رو بگم. ما برای فوت فرزند یکی از دوستامون که رفتیم، یکی از دوستامون که رفتیم اینجوری نبود که همه مشکی پوشیده باشن. مثلا ما که از سر کار رفتیم اونجا، بعد یه ذره استرس داشتم چون لباس من کامل مشکی نبود و دوست داشتم حالا به احترام مشکی بپوشم، ولی خب کامل مشکی نبود و خلاصه رفتیم. ما رفتیم و من فکر کنم همه مشکی تنشون، اینطوری نبود. بعد درجه 1 همه مشکی تنشون بود و بعد از اینکه خاک سپاری انجام شد رفتیم کلیسا، یه دعایی رو به صورت موزیک خوندن و بعدش
کافه و کیک و حالا چیزای مختلف اونجا، کافه و چای و بیسکویت معمولی بود اونجا میخوردیم داخل همون کلیساه. و بعد یه چیز جالبی که داشتن این بودش که یه پولی رو هر کس رو پاکت گذاشته بود به اون صاحب عزا پرداخت، مثلا بهش هدیه میداد و خیلی جالب بود برای من. شما فکر کنید کسی که صاحب عزاست، حالا اون چیزی که ما دیدیم انقدر خب بالاخره خیلی غم بزرگی داره تحمل میکنه دیگه، اون لحظه به فکر میوه و شیرینی و پذیرایی اونا نبود، داشت تو همون غم خودش بود و تازه بهش هزینه هم دادن تا اینکه بخواد به فکر هزینه‌های مختلف باشه. این نظر من بودش خیلی جالب بود. یعنی تو فرهنگ آلمان اینطوریه، اگر کسی فوت کنه با یه مبلغی پول رو داخل پاکت بذارن و بهشون بدن. حالا بریم بقیه‌اشو بهتون بگم. خدمات مجالس و مراسم، اینو گفتم که بدونید که ممکنه انقدر ساده هم برگزار شه. مراسم مذهبی یا غیر مذهبی بسته به نوع محل برگزاری هزینه‌های مربوط به روحانی یا سخنران، موسیقی و محل مراسم میتونه از 500 تا 2000 یورو باشه. من فکر نمی‌کنم، فکرم رایگانه، ولی یعنی قبلا گل‌آرایی و تزیینات، مثلا کسی که دوست دارن هزینه گل و تزیینات هم بین 200 تا 800 یورو که به نظر خیلی بیشتره ها، چون گل خیلی گرونه اینجا. هزینه‌های اضافی، حمل و نقل، واقع کسی که فوت کرده هزینه انتقالش از محل فوت به سردخانه یا گورستان بسته به مسافت متغیره. خب اینجا مثلا حمل و نقل گرون هستش دیگه. صدور گواهی فوت، هزینه‌های اداری مربوط به این صدور گواهی فوت، خاکسپاری و دیگر مدارک رسمی معمولاً تا 200 یورو تا 500 یورو هزینه داره. سنگ قبر، هزینه سنگ قبر هم بین 500 تا 10,000 یورو متغیر هست. پس برای فوت کردن توی آلمان واقعا یه هزینه خیلی کلونی باید داشته باشین اگر بخواین اتفاق خدایی نگه برای کسی پیش بیاد بخواین پرداخت کنید، یا اینکه میتونید همونطوری بسوزونید. ولی بچه سوزوندن هم اینطوری نیستش که خود آدم بسوزونه دیگه، اینم حالا شرایط خودشو داره، بالاخره صدور گواهی فوت لازمه و یه سری مسائل دیگه وجود داره. البته سوزوندن هم این راحتی نیست که مثلا میگه خب خودم میسوزونم، نه، اونم صدور گواهی فوت میخواد، خیلی موارد دیگه هست ولی خب ارزان‌تر در میاد دیگه. و یه بیمه‌ای که بهتون گفتم، بیمه‌های مخصوص خاکسپاری هستش که براتون توی کامنت، توی کپشن یا همینجا براتون مینویسم اسمشو. ولی هزینه ها حدود، حالا من الان حساب کتاب نکردم ببینم دقیقاً چقدر میشه، ولی چیزی که توی اینترنت نوشته بود شد تا 20,000 یورو ممکنه هزینه داشته باشه برای فوت شدن. ولی خب یه چیزی هم خیلی سخته دیگه، مثلا به نظر من خودم خیلی در موردش فکر کردم و سخته و از من خیلی دور باشی از همه. درسته که بخوای اصلا عرفانیش هم فکر کنی دیگه تو وجود نداری، جسمت تموم شده، ولی همین سخته. دوست ندارم زیاد در این مورد صحبت کنیم توی ویدیو که حال شما هم گرفته بشه، ولی خواستم اینو بهتون بگم اگر کسی فوت کنه بخواد انتقال جنازه به ایران هم داشته باشه، طریق بیمه هایی که پرداخت میکنه، یعنی بیمه مخصوص این مورد، میتونه راحت‌تر این کارو انجام بده، یعنی دیگه بیمه‌شو پرداخت کرده. نمیدونم ویدیو جذاب هست یا نه، نمیدونم مثلا کسی میبینتش یا نه، ولی چون دیدم برای خودم خیلی جدیده گفتم برای شما هم بذارم، شما هم نگاش کنید. ممنون میشم لایک کنید، کامنت بذارین، برای دوستاتون بفرستین و مثل همیشه یادتون نره خیلی دوستتون دارم. once again